از پایین میبری میفته تو حلقه دیگه. از پایین که میبری این وقتی میکشی میفته تو حلقه. یک، دو، سه. میای نختو میگیری میای به اولی وصل میکنی. اولی رو هم نخو میگیری میبافی. 3 تا که شد دوباره میای نخو میگیری از 2 تا رد میکنی، دوباره 2 تا میشه، 2 تا رو هم میبافی. دوباره همین شکل ادامه میدی. نخو میگیری میای از این سوراخ رد میکنی که چون میخوای سوراخ تا پر کنی که گردی تشکیل بده. دوباره 2 تا رو میبافی، این 2 تا رو میبافی. دوباره نخو میگیری همین روند رو ادامه میدی تا گردی پر شه. نخو میگیری میای از این سوراخ رد میکنی. دوباره فکر کنم من دیگه اونجا یاد